وقتی نگاه میکنم ایران من، آذربایجان جزوشه، بلوچستان جزوشه، کردستان جزوشه، خوزستان جزوشه. در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن باشه. این هستش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم یه همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. مسئله تمامیت ارضی ایران، مسئله جدای دین از حکومت، مسئله برابری شهروندان در مقابل قانون و حقوق فردی و نهایتاً حق انتخاب آزاد برای تعیین سرنوشت خودشون رو قبول و باور داشته باشند، مسافرین این اصطلاح اتوبوس هستند و خواهند بود. امروز جمعی هستیم که پیام آور آینده‌ای درخشان در ایران آزاد شده‌مون هستیم. ایران ما ایران همه ماست. هر گوشه از این کشور متعلق به هر کدوم از ماست. یک ایران یک پارچه، یک ایران زیر یک پرچم است که بیشترین ضمانت حفاظت حقوقمون و آزادیمون رو خواهد داشت. بدون تعارف و رودرواسی خطوط قرمزی رو هم داریم. ما نمیتوانیم مقابله نکنیم با هر کسی که انگیزه تجزیه ایران را در سر دارد، یا کسانی که با اساس ایرانیت ما دشمنی دارند، یا نیروهای خارجی که میخوان این وسط به کشور ما لطمه بزنند. هیچ کدوم از ما تا زمانی که جان داریم نخواهیم گذاشت که ایران ما متلاشی بشه. این تعهد شخصی من هست به این کار و میدانم که در این راه تنها نیستم. درود به شرف همگی شما و با همدردی به تمام جانباختگان راه آزادی. ما با شما هستیم و به زودی جشن آزادی ایران رو با هم خواهیم گرفت. پاینده ایران.